سلام، به این دو پروفیل دقت کنید. به این میگیم نورمال بریک، به این میگیم ترمال بریک. هر دو یه برند معتبر هستن، هر دو هم برای آلومینیوم سازی استفاده میشه. خب بریم ببینیم چه تفاوتی با هم داره. پنجره های نورمال عایق 100% نیستن، چه صدا، چه صوت و چه آلودگی. ولی پنجره های ترمال عایق 100% هستن. تفاوتی ظاهری دارن. پنجره های ترمال بریک یه تیغه پلی آمید بینشون هست، یعنی دو قطعه آلومینیوم جدا هست، بینشون یه تیغه پلی آمید قرار میگیره و عایقی توسط لایه خارجی آلومینیوم صورت میگیره. یکی از مزیت‌هایی که این پنجره ها دارن، میتونی نمای بیرونی با نمای داخلی رنگ متفاوت انتخاب کنی، بستگی به نمای بیرونت داره. طبق تحقیقات انجام شده پنجره های ترمال بریک در زمستان 40% و در تابستان 35% از اتلاف انرژی خونه شما جلوگیری میکنن. یه مزیت دیگه ای که دارن، به خاطر استحکام آلومینیوم و پلی آمیدی که دارن، میتونی پنجره یا دری که میخوای استفاده کنی ابعادی خیلی بزرگی براش درست کنی و شیشه 2 یا 3 جداره یا حتی شیشه های سکورید 6 میل 10 میل 2 جداره کنید و ازش استفاده کنی. از نظر قیمتی تفاوت خیلی زیادی با پنجره های نورمال نداره. پس حالا با پنجره های ترمال آشنا شدی، هر موقع خواستی در یا پنجره سفارش بدی حتما از نوع ترمال یا نورمال بودنش با خبر باش. این پنجره ای که به صرفه است که بخوای تو خونت استفاده کنی.